ای بابا خب وایسا ببین چی میگم آخه. علی بس دیگه. تو 20 سالته، نه پول داری نه شغل داری نه خونه و ماشین، چرا باید با تو بمونم آخه؟ چه ربطی داره آخه؟ جانم داداش. علی شهریه دانشگاه تو دادی؟ حاجی من پول ندارم. فکر کنم از به واحد مصدرت کردن. ای دهنتو بابا، این بی پولی هم سوراخ کرد ما رو. خاک بر سرت کنن. چقدر گفتم ماشین منو بردار، یه اسنپ برو پول دانشگاه تو بتونی بدی. از سه جون مادر تو هم آخر شب گیر دادی به ما. بس که بیورزه یه جو غیرت نداری، همش میخوری و میخوری. چه غلطی کردیم ما. علی چیزی شده، یکم تو فکری، یه چیزی رو بشه یکم نظر مالی هم چه گفتم بهم. میدونستم اینجوری میشه. چطور؟ الکی میای قیمت طلا و دلار رو چک میکنی. خب این به موقعیت تو مربوط نمیشه. دنبال اینی ببینی مثلا سرمایه گذاری الان رو بیت کوین بهتره، روی طلا بهتره، رو چی؟ به تو چه؟ دنبال یه کار و مهارت عمری هم نیستی، فقط دنبال اینی که حالا الان یه پولی در بیاری و امروزت فقط بگذره. خب حاجی تو میگی چیکار کنم؟ ببین هر چقدر از بابات پول میگیری یا مثلا اسنپ داری میری پول در میاری، رو خودت سرمایه گذاری کن. از هزینه‌هات کم کن. الکی دنبال لباس خریدن و خرج دختر کردن نباش. عادت پس انداز کردن رو هم رو خودت ایجاد کن، حتی 1000 تومان.